دادستانی نظامی ولایت سوخت تحقیق پرونده جنایی سه برادر را ادامه می‌دهد که به لطوکوب دو مرزبان تاجیک متهم می‌شوند. دادستانی سه برادر از ناحیه باباجان غفورов را به استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت متهم کرده است که در تاجیکستان برای این جنایت گناهکار را یا جریمه بزرگ می‌بندند و یا از 2 تا به 5 سال زندان محکوم می‌کنند. دادستانی کل تاجیکستان روز 11 نوامبر خبر داد که لطوکوب دو مرزبان تاجیک ماه سپتامبر امسال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داده است. در اطلاع رسمی دادستانی آمده است که برادران محسن جمشید و احسان همراجانوف ساکنان جماعت خیست ورز ناحیه باباجان غفورov روز 10 سپتامبر امسال از ناحیه لیلک قرقیزستان بیشتر از 3 تن بنزین خریدند و خواستند آن را غیر قانونی وارد تاجیکستان کنند و بفروشند. با گفته دادستانی هنگام سعی برادران برای عبور غیر قانونی مرز، گروه گشتزنی مرزبانان تاجیک مانع حرکت ماشین گازل و آپلیون ها شده است. بعد بازداشت سه برادر در مرز آنها دو مرزبان را لطوکوب کردند و بعد آگاه شدن مقامات انتظامی از جای حادثه گریختند. عین زمان این افراد در بازداشتگاه هستند و منتظر حکم دادگاه بودند.